اگه دختری رو داری این ویدیو رو میبینی لطفاً از دستش نده. ما دخترها تو زندگی واقعیمون با 6 عامل همیشه روبرو هستیم. 1. زیبایی. 2. جذابیت. 3. اعتماد به نفس. 4. مقبولیت. 5. دیده شدن. 6. پذیرفتن واقعی خودمون. این 6 تا خیلی مهمه. یعنی اون پذیرفتنه با دوست داشتن خیلی فرق میکنه. خیلی. و اینکه ما زیبایی رو میتونیم با عمل جراحی کاملا اوکیش کنیم، اما عوامل دیگه رو اصلا. و بهترین راه چیه؟ سابلیمینال گوش بدیم. سابلیمینال چیه؟ موزیکای ذهنی که پشتش جملات تأکیدی به صورت گسترده وجود داره و با فرکانسایی که به صورت علمی ثابت شده. ما اینو به مدت طولانی گوش میدیم، تأثیرات روی ما میذاره. خیلیا حتی انقدر باور قوی دارن که صورتشون تغییر میکنه. خیلیا جذابیت پیدا میکنن و از زمین و آسمون واسه شون چیزای مختلف جذب میشه. فقط به چی بستگی داره؟ به باور، به پذیرفتن، به رها کردن. یعنی اینکه من به هیچی فکر نکنم، فقط گوش بدم. خیلی تاثیر میذاره و اینو خیلیا نمیدونن. حالا تو میدونی، از انجامش بده. ملک زیبایی رو گوشش بده. لینکش این پایینه.